واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دوستان نهایت گرامی، بینندگان شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در قسمت 42 این برنامه خودتان، برنامه احکام فقهی در پرتو احادیث نبوی قرار داریم و در دو قسمت گذشته شروع کرده بودیم به بیان باب خشوع و خضوع در نماز که گفتیم خشوع و خضوع در نماز روح نماز است و نمازی که بدون خشوع و خضوع خوانده میشه نمازی بدون روح است، مثل جسمی بدون روح واریست. و گفتیم که الله تبارک و تعالی و رسولش صلی الله علیه و سلم در نصوص زیادی مسلمانها را امر به خشوع و خضوع در نماز کردند که نمازی که خوانده می شود باید نمازی با خشوع و با خضوع بوده باشد و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هر آن چیزی که انسان را از خشوع و خضوع در نماز باز می دارد از او چیز مسلمان ها را منع کرده که باید مرتکب او چیز نشوند، که از آن جمله گفتیم که التفات در نماز است، یعنی نگاه کردن طرف راست یا چپ و همچنین نگاه کردن به طرف آسمان در وقت نماز به طرف بالا و همچنین گفتیم که نماز خواندن در وقتی که طعام حاضر بوده باشد تا که ذهن انسان مشوش نشود و ذهن انسان به طرف طعام نرود و متوجه نماز خود بوده باشد و همچنین نماز خواندن در وقتی که در جلوی انسان روبروی انسان عکسها بوده باشد یا چیزهای رنگین یا چیزهایی که ذهن انسان را مشوش کنه به طرف خود جلب کنه. در این حالات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از نماز خواندن در این حالات منع کرده تا که سببی از این نشود که انسان را از خشوع و خضوع در نماز باز بدارد و انسان را از نماز ذهن انسان را طرف چیز دیگه جلب بکند. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز را مناجات نامیدن که نماز مناجات پروردگار رب العالمین است. الله رب العالمین است. وقتی که انسان در نماز استاد میشه مانند این است که با پروردگار خود مناجات و سرگوشی میکند و با پروردگار خود خلوت میکند و از هر آن چیزی که مخل با مناجات است، هر آن چیزی که خلل واقع میکند با مناجات، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از او مسلمانها را منع کردند و این مطلب را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث متفق علیه، حدیثی که امام مسلم و امام بخاری را روایت میکنند از صحابی جلیل القدر خادم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم انس بن مالک رضی الله عنه که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا کان احدکم فی الصلاة فانه یناجی ربه. وقتی که یکی از شما شروع به نماز میکند، در نماز استاد میشود، پس او مناجات پروردگار خود را میکند و در حالات مناجات در حالات سرگوشی با پروردگار خود میباشد. فلا یبصقن بین یدیه ولا عن یمینه، پس باید به طرف پیش روی خود و به طرف دست راست خود تف نکند. ولكن عن شماله تحت قدمه، اگر ضرورت به تف کردن پیدا کرد باید به طرف چپ خود و در زیر پای خود تف کند. پس در این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نماز را مناجات پروردگار نامیدند که وقتی که انسان در نماز استاد می باشد مانند این است که با الله تعالی
با پروردگار خود مناجات و سرگوشی میکند. یناجی از ناجا یناجی گرفته شده به معنای که کلمه سر، یعنی انسان با کسی سرن یا خفیتاً سخن بگوید یا در خلوت و در تنهایی با کسی سخن بگوید، این را مناجات گفته می شود. و مناجات پروردگار در نماز این است که انسان همچنان که در حدیث دیگری آمده که ان تعبد الله کانک تراه، یعنی آخرین مرتبه ایمان که احسان است. و احسان امیر را گفته می شود که تو خدا را مثل عبادت که تو خدا را میبینی، خداوند متعال، الله متعال جلوی تو استاده است، به همین قسم خدا را عبادت کن. وقتی که به این درجه انسان رسید و نمازی که او انسان میخوانه او نماز را نمازی مناجات گفته می شود، نمازی که سرگوشی به الله متعال میکند. و اولین منزلتی از منازل مناجات این است که حضور قلب باید انسان داشته باشد. وقتی که در نماز استاد می شود با قلب حاضر در نماز استاد شود و قلبش و ذهنش به طرف چیزی دیگری نبوده باشد، فقط و فقط متوجه نماز خود بوده باشد. و وقتی که نمازی که با مناجات خوانده می شود این نماز کلید و مفتاح است برای قبولی دعا. یعنی قبولی دعا در صورت قبول دعای انسان در نماز قبول می شود که او نماز با مناجات بوده باشد، نمازی با مناجات بوده باشد، نمازی بوده باشد که انسان فکر کند، انسان نمازگزار که او با الله خود سرگوشی میکند، با الله خود مناجات میکند. لذا ما خداوند متعال در قرآن کریم از احوال انبیای خود وقت خبر میدهد که انبیای او در وقت، یعنی خداوند متعال دعای از اونها را قبول کرد که با مناجات و با سرگوشی به الله متعال از الله متعال با قلب حاضر دعای خود را خواستند و بدون تردید الله متعال دعای ایشان را قبول کرد. لذا الله متعال در حدیث قدسی می فرماید که قسمت صلات بینی و بین عبدی، من نماز را در بین خود و در بین بنده خود تقسیم کردم. فاذا قال الحمد لله، وقتی که بنده من بگوید که الحمد لله، خداوند میگوید که حمدنی ربی. و اذا قال الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، خداوند متعال میگه که مجدنی ربی مجدنی عبدی. وقتی که به این مرحله برسد که ایاک اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، خداوند متعال میفرماید که ولی عبدی ما سأل. هر آن دعایی که بنده ما میکند بعد از این حمد و ثنا و مناجات، هر دعایی که میکند من دعای از او را قبول میکنم. و از ایوب علیه السلام، از زکریا علیه السلام خداوند متعال حکایت میکند که وقتی که او در مرحله پیری رسید و در نماز استاد شد، در نماز مناجات کرد با الله متعال و از الله متعال با مناجات با تضرع خواست که برای از او پسری بدهد که میراث علم و نبوتی از او را از او بعد از وفاتی از او بگیرد. و همین بود که خداوند متعال بعد از مرحله مناجات دعای از او را قبول کرد. الله متعال می فرماید که کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. وقتی که این دعا را حضرت زکریا در نماز خواند، در نماز با الله متعال مناجات کرد، با الله متعال دعای از او را قبول کرد و فرمود فاستجبنا له و وهبنا له یحیی، ما دعای از او را قبول کردیم. وقتی که با مناجات ما را خواند ما دعای از او را قبول کردیم و پسری برای از او به نام یحیی ما بخشیدیم که او بعد از او علمی از او را و نبوتی از او را به میراث گرفت و پیغمبر از طرف الله متعال تعیین گردید. و همچنین ایوب علیه السلام پیغمبری که خداوند او را با مریضی مبتلا کرده بود و مریضی طولانی داشت که و اهل و عیالی از او را از او گرفت، فقط یک خانمی از او با او مانده بود، تمام پسران و دختران از او را خداوند از او گرفت و او را با مریضی طولانی مبتلا کرد. و بعد از او ایوب علیه السلام وقتی که با مناجات از الله متعال خواست، الله متعال دعای از او را قبول کرد و مریضی از او
به صحت و به عافیت مبدل گردید و اهل و عیال از او که از او گرفته شده بود دوباره برای از او داده شد و دو چندی از او هم برای از او اهل عیال داده شد. خداوند متعال از ایوب علیه السلام هم حکایت کرده میگوید که و ایوب اذ نادى ربه نداء خفیا، ای پیغمبر تا ایوب را به یاد بیار وقتی که با تضرع و عاجزی ما را خواست و بعد از او خداوند میگوید که فاستجبنا له، ما دعای از او را قبول کردیم و مریضی از او را به عافیت مبدل کردیم و اهل و عیال از او را و وهبنا له اهله و مثلهم معهم، ما اهل از او را که از او گرفته بودیم دوباره برای از او بخشیدیم و اهل و عیال از او را دو چند برای از او دوباره بخشیدیم. و همچنین حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که به دعوت اهل طایف می روند و از او طرف با ضرب و شتم مواجه می شوند، با رد و با عدم قبول مواجه می شوند و ناامید می شوند، در حالت ناامیدی دوباره از الله متعال با الله متعال درک نماز می خوانند و با الله متعال مناجات کرده می فرمایند. در حدیث شریف است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه از طایف برگشتند درک نماز خواندند و در دعای خود گفتند که اللهم الیک اشکو ضعف قوتی و قلت حیلتی و هوانی علی الناس، ای بار الها من صرف و فقط به طرف تو شکایت میکنم، عرض میکنم ضعف قوت خود را و کم بودن حیله و ناتوانی خود را و اینکه مردم من را به اهانت کشانیدند. اللهم انت ربی و رب المستضعفین، ای بار الها تو پروردگاری من هستی و پروردگاری مستضعفین هستی. ای بار الها اگر تو بر من غضبی نداری من هیچ باک دیگری ندارم. و بعد از اینکه این دعا را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میکنند الله متعال دعایشان را اجابت میکند. همین است که اهل مدینه را مسخر میکند و بیع عقبه صورت میگیرد و مسلمان ها از او تکلیف و مشکلی که در مکه مواجه بودند خلاص میشوند و به مدینه منوره با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هجرت میکنند و دولت و حکومت اسلامی را در اینجا بنا میکنند و مردم ها فوج به فوج به دین اسلام داخل میشوند. پس مفتاح قبول دعا، کلید قبول دعا مناجات است که انسان در وقتی که دعاش قبول میشه که با مناجات، با تضرع، با عاجزی دعا بکنه و فکر بکند که وقتی که در نماز استاد است او مواجه الله متعال است، الله متعال در روبروی از او استاد است و او مناجات به الله متعال میکند و به می شکل نماز بخواند. در او صورت هر دعایی که میکند دعای او انسانی مسلمان اجابت و مورد قبول الله متعال قرار میگیرد. و بعد از او در ادامه حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هر آنچه که مخل مضر با مناجات است از او منع میکنه که از او جمله تف کردن است پیش روی یا به طرف دست راست. میگه که فلا یبصقن بین یدیه ولا عن یمینه، نه پیش روی خود تف بکند و نه به طرف راست خود. و پیش روی تف کردن منع شده به خاطر از اینکه در حدیث دیگری در روایت دیگری در امام بخاری آمده که فإن ربه بینه و بین القبله، به خاطر از این تف نکند که وقتی که انسان در نماز ایستاد می باشد الله متعال پیش روی از او با رحمت و با رضوانش استاد است و خداوند متعال رحمت و رضوان الله متعال پیش روی از اوست. از او خاطر تف کردن پیش روی درست نیست و همچنین تف کردن به طرف راست درست نیست به خاطر از اینکه ملائکه رحمت در طرف راست انسان استاد می باشد، ملائکه‌ای که حسنات انسان را نوشته میکند او در طرف راست انسان می باشد. به خاطر تکریم و تشریف از او به طرف راست هم تف کردن درست نیست. ولکن عن شماله تحت قدمه، ولکن باید طرف چپ خود تف بکند و در زیر پای خود تف بکند. و طرف چپ چون قرین انسان است، در دیگر حدیث میگه که طرف چپ انسان قرین انسان، شیطانی که با همراه انسان همیشه باشه و طرف چپ انسان باشد اشکالی نداره که به او طرف توف بکند. اما ملائکه‌ای که اعمال سیئه و بد انسان را نوشته میکند و در وقتی که انسان در نماز ایستاد میباشه در روایات میگه که او به طرف راست تحول میکنه برمیگرده به خاطر از اینکه در وقت نماز ایستاد شدن گناهی وجود نداره که او را نوشته کنه، زیرا از طرف چپ به طرف راست میآید و طرف چپ انسان قرین و شیطانی همراه انسان می باشد و اشکالی نداره به طرف چپ خود تف بکند. و این حدیث در مورد همچنان که امام نووی در شرح مسلم میگه در مورد
کسی است که در غیر مسجد نماز بخواند، در بیرون مسجد در جای دیگری نماز بخواند، یا در خانهش یا در صحرای در جای دیگری. اما اگر شخصی که در داخل مسجد نماز میخواند، به هیچ صورت توف کردن درست نیست، نه در طرف راست، نه در طرف چپ و نه در پیش روی. چون در حدیث دیگری هم حدیث متفق علیه است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند البزاق فی المسجد خطیئه و کفارتها دفنها. توف کردن در داخل مسجد گناه است، چه در پیش روی توف کنی، چه پهلوی راست، چه طرف چپت، در هر صورت توف کردن در داخل مسجد گناه است. و اگر انسان به خاطر ضرورتی اگر توف کرد، کفاره از او امیست که او را باید دفن بکنه، یعنی او را باید پود بکنه. اگر مسجد خاکی بوده باشد باید زیر خاک پود بکنه، اگر سنگزار بوده باشد باید زیر ریگ و سنگ او را پود بکنه. اگر به شکل بوده باشد که فرش بوده باشد و احتمال پود کردن از اون باشد، باید در اون صورت درست نیست که انسان در مسجد توف بکنه و توف کردن در داخل مسجد گناه است. و این حدیث دلالت به این میکند که انسان وقتی که در نماز بوده باشد، درست نیست که در پیش روی خود یا به طرف چپ خود توف بکند. و توف کردن به طرف راست و طرف چپ همچنان که ابن نووی و دیگر علما به این قول دارند که در غیر نماز هم بنا به احادیث دیگری از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده، درست نیست که انسان به طرف راست خود و یا پیش روی خود حتی ولو در غیر نماز هم بوده باشد توف بکند. و این مطلب را امام در حدیثی که متفق علیه است از صحابی جلیل قدر ابو هریره و ابو سعید خدری روایت شده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا تنخم احدکم فلا یتنخمن قبل وجهه ولا عن یمینه. وقتی که یکی از شما توف میکنه، نخام خود را، توف خود را، آب دهنی خود را بیرون میندازد، بس باید پیش روی خود و به طرف راست خود توف نکند. ولیبصقن عن یساره او تحت قدمه الیسرى. باید از به طرف چپ خود توف بکند یا اینکه زیر پای چپ خود توف بکند و او را زیر پای چپ خود پنهان بکند. و همچنین در حدیث دیگری از حضرت حذیفه روایت شده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند و این حدیث را ابن خزیمه و ابن حبان رحمت الله علیهما روایت میکند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند من تفل تجاه قبلتی جاء یوم القیامه و تفلته بین عینیه. کسی که به طرف قبله توف میکند و در روز قیامت میآید در حالتی که توفی که او کرده در پیشانی از او آشکار و یا در پیشانی چسبیده است. پس توف کردن به طرف قبله و همچنین پیش روی و همچنین به طرف دست راست در هیچ صورت چه در نماز و چه در غیر نماز درست نیست. و اگر در نماز بوده باشد میتواند که طرف چپ خود توف بکند به صورتی که در مسجد نبوده باشد. اما اگر در مسجد بوده باشد، توف کردن در داخل مسجد مخالف با خشوع و خضوع نماز است و مخالف با آداب مسجد است و در این صورت به هیچ صورتی درست نیست. و همچنین از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت شده است که ایشان فرمودند اکره ان یبصق عن یمینه ولیس فی الصلاة. ما مکروه میدانم شخصی که در نماز هم نباشد به طرف راست خود توف بکند، چون اونجا ملائکه رحمت استاد است و ملائکه است که اعمال نیک انسان را نوشته میکند. و همچنین از حضرت معاذ بن جبل روایت شده است که ایشان فرمودند ما بسقت عن یمینی منذ اسلمت. از روزی که من اسلام آوردم من هیچگاه به طرف راست خود توف نکردم. و علت این را هم گفتیم که چون وقتی که انسان در نماز ایستاد باشد پیش رویش الله متعال ایستاد است با رحمت و با رضوان خود. و همچنین و طرف راست هم درست نیست، چون گفتیم که در طرف راست ملائکه رحمت، ملائکه حسنات ایستاد می باشد. و همچنین از جمله اموری که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در نماز از اون نهی کردن، منع کردن، به خاطر که منافات دارد با خشوع و خضوع در نماز و انسان را از خشوع و خضوع برمیگردانه. و این است که نماز خواندن در اصطلاح حدیثی میگه که مختصر، در حالت اختصار، یعنی در حالتی که انسان دست خود را در خاصره خود در روی خود گذاشته باشد، دست خود را به جای اینکه در سینه خود بسته بکنه قسم نکنه، دست خود را به روح خود بگیرد و در این حالت نماز بخواند. این حالت هم نماز خواندن در حدیث شریف منع شده، چون یکی معارض با خشوع و خضوع در نماز است و دیگر مشابهت با یهود است که یهود نماز را به این شکل ادا میکردند. و این مطلب را
رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثی که حدیث متفق علیه هم است از امام بخاری و امام مسلم را از حضرت ابو هریره روایت میکند که پیغمبر که ایشان فرمودند نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم ان یصلی الرجل مختصرا. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از این منع کردند که یک انسان در حالت اختصار یا در حالتی که دست خود را بر خاصره خود یعنی با یک طرفی از روی خود گذاشته نماز بخواند. از این کار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم منع کردند و این رأی اکثر علماست و این رأی تفسیر اکثر علماست و بعضی از علما مختصر را به این تعبیر کردند که انسان باید در وقتی که استاد میشه با بالای عصای تکیه کردن نماز نخواند. تکیه کردن بر بالای عصا نماز خواندن او را گفتن که در لغت عربی اختصار گفته میشه و این معنا شده و همچنین عده‌ای از علما اختصار را به این معنا کردن که انسان سوره را از اول ترک کند و در آخر یک آیت دو آیتی از او را بخواند. این اختصار گفته میشه و عده‌ای از علما اختصار را به این تعبیر کردن که اختصار این است که رکوع و سجده و قومه و واجبات نماز را زود انجام بدهد و به شکل درست انجام ندهد. این اختصار گفته میشد. به هر صورت رأی جمهور علما امیست که اختصار به این معنا که دست خود را در خاصره یا در روی خود گرفته نماز نخواند. در وقتی که نماز میخواند باید دست راست خود را بالای دست چپ خود گرفته بر بالای سینه خود بسته کند، نه اینکه دست خود را در بالای خاصره یا روی خود بگذارد. و علتش هم گفتیم که عده‌ای از علما گفتن که این مشابهت با فعل یهود داره، چون در حدیث دیگری در روایت دیگری هم است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند ان ذلك فعل اليهود فی الصلاه. این کار یهود است در نماز، اونها این عادت را دارن، شما این عادت را انجام ندهید. و از طرف دیگری هم معارض با خشوع و خضوع در نماز است، لذا از این کار هم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و مسلمان ها را منع کردند. دوستان عزیز، با دیدن یک میانه برنامه کوتاه بعد از او خدمت شما هستیم. با ما باشید و ادامه این مطلب را بعد دیدن میانه برنامه کوتاه خدمت شما عرض میکنیم ان شاء الله. هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. قد سار في درب النبي صحب وأشراف تقى. قوموا إلى الدرب المضيء نسمو ونرقى في علاه ونعانق رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند هیچ گروهی در خانه از خانه‌های الله گرد هم نمی آیند و به قرائت قرآن و تعلیم آن مشغول نمی شوند مگر اینکه آرامش بر آنها فرود می آید و رحمت الهی آنها را در بر می گیرد و ملائکه آنها را احاطه می کنند و الله متعال در جمع کسانی که نزد او هستند از آنها به نیکی یاد می کند. قوموا إلى الدرب المضيء نسمو ونرقى في علاها ونعانق العيش الهني. نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا هدي الحبيب. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیز هستم و همچنین از اموری که منافات دارد با خشوع و خضوع در نماز، معارضه دارد با خشوع و خضوع در نماز و انسان را از خشوع و خضوع باز می دارد، این است که انسان در نماز باید از تصاعب، از دنفاجه کشیدن خودداری کند و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از دنفاجه کردن در داخل نماز ما را منع کردد به خاطر از اینکه منافات دارد با روح نماز که خشوع و خضوع است. این مطلب را
حضرت ابو هریره رضی الله عنه از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم روایت کردند که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند التثاؤب من الشیطان فاذا تثاءب احدكم فليقضم ما استطاع. و حدیث را هم امام مسلم و امام ترمذی روایت کردند و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند که التثاؤب من الشیطان، تثاؤب یعنی دنفاجه کردن از طرف شیطان است. ابن حجر رحمت الله علیه در فتح الباری میگوید که نسبت تثاؤب به طرف شیطان نسبت رضا و اراده است، به این معنا که یعنی تثاؤب که انسان میکند، دنفاجه که انسان میکند با اراده شیطان و با رضای و با خواست شیطان میباشد. فاذا تثاءب احدكم فليقضم ما استطاع، وقتی که یکی از شما دنفاجه بر از او میآید به قدر استطاعت باید او را باز دارد، خود را از دنفاجه کردن باز دارد و منع کند که دنفاجه از او نآید در داخل نماز. و در حدیث دیگری رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمودند که اذا تثاءب احدكم فليضع يده على فيه، وقتی که یکی از شما تثاؤب کرد، دنفاجه آمد، در حدیث اول گفتند که باید او را منع کند. اگر دنفاجه قوی بوده باشد که بر منع کرده انسان نتونه او را منع کند، دنفاجه از او بیاید، تثاؤب از او بیاید، باید چی کار بکند؟ باید دست خود را در دهان خود بگیرد، یعنی دهان خود را باز نگذارد بلکه با دو پنجه خود او را بند کند. فإن الشیطان یدخل مع التثاؤب، به خاطر از اینکه وقتی که انسان دنفاجه میکند و دهان خود را باز میگیرد، شیطان در او وقت داخل جسم انسان میشه و سبب وسوسه میشه و سبب از این میشه که انسان را در نماز از خشوع و خضوع باز دارد. و در تثاؤب همچنانه که علما گفتن که از کثرت خوردن، از پر بودن معده پیدا میشه و در اثر تثاؤب، در اثر دنفاجه کردن بر انسان کسل و سستی در جسم پیش میشه و سبب میشه که انسان اگر در نماز بوده باشد خشوع و خضوعی که در نماز مطلوب است او را به جا آورده نتواند. لذا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از این امر منع کردند و نهی مکروهی است. مکروه است که انسان تثاؤب کند در داخل نماز و در غیر نماز هم مکروه است که وقتی که دنفاجه از او میاد دهان خود را باز بگیرد، بلکه سنتی است که دهان خود را با گرفتن دستش در دو پنجه از دو کلک یا دو پنجه از دستش با دهان خود را باید پود بگیرد، پنهان کند تا که شیطان نتواند که داخل جسم از او داخل شود. و همچنین از جمله اموری که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم منع کردن خاطر از اینکه منافات داره با خشوع و خضوع در نماز و سبب میشه که عمل کثیر در نماز واقع شود، این است که پاک کردن خاک و یا سنگریزه ها از جای نماز یا از پیشانی. وقتی که انسان در جای نماز میخواند، جایی است که در اونجا خس و خاشاک است یا ریگ است و یا اینکه خاک است، هر آنچه که است، پیش از اینکه به نماز شروع میکند باید اونجا را پاک کند، میتوند که اونجا را پاک کند. لیکن بعد از اینکه به نماز شروع کرد حق ندارد که جای را پاک کند، جای سجده خود را یا اینکه خش و خاشاک و ریگ و چیزی که در پیشانی از او چسبیده او را پاک بکند، چون این کار منافات دارد با خشوع و خضوع نماز و این کار سبب میشه که عمل کثیر در نماز واقع شود و شدن عمل کثیر در نماز را مکروه میسازد. و این مطلب را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیثی که اصحاب سنن اربعه و امام احمد او را از صحابی جلیل قدر ابو ذر غفاری رضی الله عنه روایت میکند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا قام احدكم في الصلاه فلا يمسح الحصى فان الرحمه تواجهه، وقتی که یکی از شما در نماز ایستاد شد باید ریگزار را پاک نکند از جای نماز خود و همچنین از پیشانی خود بعد از اینکه در نماز ایستاد شد، به خاطر که رحمت الله متعال با مواجه از اوست و پیش روی از اوست. و در روایت دیگری آمده که حضرت ابوذر غفاری رضی الله عنه فرمودند که سألت النبی صلی الله علیه و سلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى فقال واحدة او دع. ما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را از هر چیز پرسیدم، در مورد هر چیزی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسان کردم، حتی در مورد پاک کردن ریگزارها از پیشانی در وقت نماز از ایشان وقتی که پرسیدم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که واحدة او دع، تو این کار را ترک بکن،
باید این کار را نکنی. اگر مجبور شدی باید یک بار بکنی و از یک بار زیاد این کار را نکنی تا که منجر به عمل کثیر نگردد. و گفتیم که سبب منع رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این است که این کار اولا انسان را مشغول می‌سازد در داخل نماز و مخل به خشوع و خضوع هست و همچنین این کار سببی از این میشه که عمل کثیر را انسان در نماز انجام بدهد. لذا از این کار منع شده و منع کردن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از این کار نزد جمهور علما حمل به کراهیت شده که این کار مکروه است که بعد از اینکه انسان مسلمان در نماز داخل شد جای نماز خود را انوار کند، سنگ ها را دور کند یا خاک را از او دور کند یا اینکه در پیشانی از وقتی که میچسبد اون را دور کند از پیشانی خود. این کار را باید پیش از اینکه به نماز اقدام میکند این کار را باید انجام بدهد. و همچنین حدیث دیگری، حدیث متفق علیه است از صحابی جلیل قدر معیقب الدوسی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تمسح الحصى وانت في الصلاه، تو سنگریزه ها را از پیشانی خود پاک نکو، از جای نماز خود، جای سجده خود دور نکو در حالتی که تو در نماز هستی. در این احادیث کلمه حصا آمده. علما میگن که برای تغلیب است، یعنی غالبا برای انسان می پیش میشه که سنگریزه در پیشانی انسان بند میبانه یا در جای سجده انسان می باشد و اگر خاک بوده باشد یا اینکه خس و خاشاک دیگه بوده باشد این هم همین حکم داره که انسان باید او از پیشانی خود از جای نماز خود وقتی که در نماز ایستاده است پاک نکند. فإن كنت لابد فاعلا فواحدة لتسویة الحصى، اگر مجبور شدی باید این کار را بکنی، جای سجده تو به شکلی بوده باشه که سجده کرده نمیتونی، در اون صورت فقط یک بار حق داری که این کار را بکنی و سنگریزه ها را در جای سجده خود انوار بکنی و بعد از او بار حق نداری که تو این کار را انجام بدهی تا که سببی از این نگردد که تو را از خشوع و خضوع در نماز باز بدارد. دوستان عزیز، این وقت برنامه ما در اینجا به پایان میرسد و تا قسمت آینده با شما خداحافظی میکنم و ان شاء الله در قسمت آینده با باب جدیدی از ابواب نماز که باب مساجد است در قسمت آینده با او شروع میکنیم و تا با او وقت شما را به الله پاک میسپارم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.